شناس رو به دنیای رمزآلود ستارگان. اینجا قراره با هم اسرار کیهان، تأثیر سیارات و انرژی های پنهان زودیاک رو کشف کنیم. هر هفته، هر ماه و هر روز نشانهای کیهان رو بررسی میکنیم تا ببینیم کائنات چه چیزی برامون داره. اگه به آسترولوژی و رازهای کیهان علاقه داری، حتما کانال رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن تا با هم این سفر جذاب رو شروع کنیم. خب بی مقدمه، مثل همیشه میریم سراغ فروردین. امروز با انرژی و انگیزه تازه به استقبال روز میری. شما احساس میکنی که میتونی به اهداف خودت نزدیکتر بشی و موانع رو پشت سر بذاری. توی زمینه کاری فرصت‌های جدیدی پیش روی شماست. با تمرکز و برنامه ریزی دقیق میتونی پروژه های خودت رو به بهترین نحو انجام بدی و نظر مثبت همکاران و مدیران رو جلب بکنی. از نظر روابط عاطفی، امروز زمان مناسبی برای بیان احساسات و گفتگوهای صمیمانه با شریک زندگیتونه. اگر مجرد هستین، ممکنه با فردی آشنا بشید که تأثیر مثبتی توی زندگیتون داره. در حوزه سلامتی، توجه به رژیم غذایی و ورزش منظم میتونه به بهبود وضعیت جسمی شما کمک کنه. استرس های روزمره رو با فعالیت های آرامش بخش کاهش بدید. اردیبهشت، امروز ممکنه با چالش‌های توی محیط کاری مواجه باشید. مهمه که با صبر و حوصله به مسائل نگاه کنید و از تصمیم گیری های عجولانه پرهیز کنید. توی روابط عاطفی ممکنه نیاز به گفتگوهای صادقانه با شریک زندگیتون داشته باشید. بیان احساسات و شنیدن نظر طرف مقابل میتونه به بهبود روابط کمک کنه. از نظر مالی، بهتره که در هزینه‌های خودتون دقت بیشتری داشته باشید و از ولخرجی‌های غیر ضروری خودداری کنید. برنامه‌ریزی مالی مناسب میتونه به ثبات اقتصادی شما کمک کنه. توی حوزه سلامتی، توجه به استراحت کافی و تغذیه سالم اهمیت ویژه‌ای داره. سعی کنید زمانی رو برای ورزش و فعالیت بدنی اختصاص بدید تا انرژی و نشاط خودتون رو حفظ بکنید. متولدین خرداد باید بدونن که امروز احساس خلاقیت و نوآوری بیشتری دارند. این زمان مناسبیه تا ایده های خودتون رو به مرحله اجرا بیارید و در پروژه های خلاقانه شرکت کنید. توی روابط اجتماعی ممکنه با افراد جدیدی آشنا بشید که دیدگاه متفاوتی دارن. این تعاملات میتونه به گسترش افقهای فکری شما کمک بکنه. از نظر کاری، فرصت‌های بیشتری برای ارتقا در انتظار شماست. با نشون دادن توانایی و مهارت خودتون میتونید به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنید. از نظر سلامتی، توجه به تعادل بین کار و استراحت بسیار مهمه. سعی کنید از فشارهای کاری کاسته و زمانی را به تفریح و استراحت اختصاص دهید تا از فرسودگی جلوگیری کنید. خیلی مهمه دوستان عزیزم. همه ما باید بین کار و در واقع زندگی که خود زندگی واقعیه یک تعادلی برقرار کنیم و این باید حفظ بشه. تیر ماه ممکنه احساس کنه که امروز نیاز به بازنگری در برنامه و اهداف خودش داره. این زمان مناسبیه تا با دقت به مسیری پیش رو نگاه کنی که تغییراتی توی اون لازم انجام بدی. توی روابط خانوادگی ممکنه نیاز به گفتگوی صمیمانه و حل در واقع مسائل قدیمی نیاز باشه. با صداقت و درک متقابل میتونید به بهبود روابط خانوادگی خودتون کمک کنید. از نظر مالی، بهتره که توی سرمایه گذاری و هزینه های خودتون دقت بیشتری داشته باشید. مشورت با افراد با تجربه میتونه به تصمیم گیری های مالی شما کمک بهتری کنه. توی حوزه سلامتی، توجه به سلامت روانی و جسمی اهمیت داره. فعالیت های آرامش بخش مثل مدیتیشن یا یوگا میتونه به کاهش استرس شما کمک کنه. برای مرداد ماهی های عزیز، امروز احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری دارید. این زمان مناسبیه تا در واقع رهبری پروژه ها رو به عهده بگیرید.
و ایده های خودتون رو به مرحله اجرا در بیارید. توی روابط عاطفی ممکنه لحظات خوشایندی رو با شریک زندگیتون تجربه کنید. سعی کنید با برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مشترک رابطه خودتون رو تقویت کنید. از نظر کاری فرصت‌های جدیدی برای شما فراهم. با نشون دادن توانایی و مهارت‌های خودتون میتونید به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنید. توی حوزه سلامت با توجه به ورزش و تغذیه سالم میتونه به بهبود وضعیت جسمی شما کمک کنه. سعی کنید از استرس‌های روزمره دوری کنید و زمانی رو به استراحت اختصاص بدید. متولدین شهریور امروز ممکنه با چالش‌های در محیط کاریتون مواجه بشید. ممکنه که با دقت و تحلیل مسائل رو بررسی کنید و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه بپرهیزید. توی روابط اجتماعی ممکنه نیاز به بازنگری در دوستی‌ها و ارتباطات خودتون داشته باشید. سعی کنید با افرادی که به رشد و پیشرفت شما کمک می‌کنن بیشتر در ارتباط باشید. از نظر مالی بهتره که هزینه‌های خودتون دقت بیشتری داشته باشید و از ولخرجی‌های غیر ضروری خودداری کنید. برنامه‌ریزی مالی میتونه به ثبات اقتصادی شما کمک کنه. توی حوزه سلامتی توجه به استراحت کافی و تغذیه و در واقع اهمیت دادن به حوزه سلامتی اهمیت ویژه‌ای داره. سعی کنید زمانی رو برای خودتون اختصاص بدید. برای مهر امروز احساس تعادل و آرامش بیشتری خواهید داشت. این روز فرصت خوبیه تا به برنامه‌ریزی شخصی خودتون رسیدگی کنید و زمانی رو به تفکر و تصمیم گیری درباره آینده اختصاص بدید. توی روابط عاطفی ممکنه با شریک زندگی خودتون گفتگو مهمی داشته باشید. بیان احساسات به صورت شفاف و صادقانه میتونه به بهبود رابطه شما کمک کنه. اگر مجردید احتمال داره که فرد جدیدی وارد زندگیتون بشه که دیدگاه‌های شما رو تغییر میده. سلامت شما وضعیت خوبی داره، اما بهتره که با تغذیه و ورزش مناسب به خودتون کمک کنید. ورزش‌های سبک مثل پیاده روی، یوگا میتونه به افزایش سطح انرژی و کاهش استرس شما کمک کنه. متولدین آبان امروز احساس عمیق‌تری نسبت به احساسات خودتون خواهید داشت. شما ممکنه تمایل بیشتری به خلوت و تفکر عمیق داشته باشید و دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات مهم زندگی خودتون باشید. توی رابطه عاطفی ممکنه احساس کنید که نیاز به صمیمیت و ارتباط نزدیکتری با شریک زندگیتون دارید. اگر که توی یک رابطه هستید سعی کنید زمانی رو برای گذراندن لحظات عاشقانه در کنار یکدیگر اختصاص بدید. اگر مشارکت هستید بهتره که به احساسات خودتون گوش بدید. ببینید که دقیقاً چه چیزی از یک رابطه میخواید. خیلی مهمه. از نظر کاری ممکنه که فرصتی برای رشد و پیشرفت به دست بیارید. اگر به تعادل و در واقع به یک بالانسی فکر میکنید، این رو توی یک مسیر حرفه‌ای میتونید به دست بیارید. بهتره که اطلاعات خودتون رو بروز کنید و گزینه‌های مختلفی رو در این باره بررسی کنید. از نظر سلامتی ممکنه که دچار مشکلی باشید که مراقبت از وضعیت روحی خودتون رو بهتر جدی بگیرید. استرس و فشارهای روزمره تأثیرات منفی بر سلامت شما داشته. بنابراین زمانی رو به استراحت و انجام فعالیت‌های آرامش بخش اختصاص بدید. اما دوستان آذر ماهی من، آسترولوژی، علم ستاره شناسی و هوروسکوپ امروز شما میگه که امروز شما سرشار از انگیزه و اشتیاق خواهید بود. این روز فرصت خوبی برای برنامه‌ریزی برای آینده و آغاز پروژه‌های جدیده. توی روابط اجتماعی ممکنه با افراد جالب و الهام بخشی آشنا بشید که به رشد و پیشرفت شما کمک میکنن. تعامل با دیگران میتونه به گسترش افق‌های ذهنی شما کمک کنه و فرصت جدیدی رو برای شما فراهم کنه. از نظر کاری ممکنه با چالش‌های روبرو بشید که نیاز به خلاقیت و جسارت داره. اگر ایده‌ای توی ذهنتون دارید بهتره که اون رو با افراد مورد اعتماد در میون بذارید و برای اجرای اون برنامه‌ریزی کنید. سلامتی شما توی وضعیت خوبی قرار داره، اما بهتره که میزان استراحت خودتون رو بیشتر کنید. خواب کافی، تغذیه سالم میتونه به حفظ انرژی شما کمک کنه و از خستگی‌های روزمره جلوگیری کنه. امروز تمایل دارید که به اهداف بلند مدت خودتون فکر کنید. شما توی این روز به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارید و بهتره که مسیرهای مختلف رو بررسی کنید تا تصمیمات درستی بگیرید.
هوروسکوپ شما برای امروز توی رابطه عاطفی اینجوریه که ممکنه نیاز به توجه بیشتری رو از شریک زندگی خودتون داشته باشید. اگه احساس میکنید که روابط شما به حمایت بیشتری نیاز داره، بهتره با گفتگو و تعامل مثبت رابطه خودتون رو تقویت کنید. از نظر کاری ممکنه مسئولیت‌های بیشتری به شما واگذار بشه. این فرصت رو به چشم یک چالش ببینید و براش برنامه‌ریزی مناسب داشته باشید که از پسش بر بیایید. سخت کوشی و پشتکار شما نتیجه خواهد داد. و از نظر سلامتی بهتره به استراحت و آرامش خودتون توجه کنید. استرس بیش از حد میتونه به سلامت شما آسیب بزنه. بنابراین زمان رو برای انجام فعالیتایی که باعث آرامش میشن اختصاص بدید. بهمن حس خلاقیت و نوآوری بیشتری امروز دارید. ذهن شما مملو از ایده های جدیده و ممکنه فرصت هایی برای اجرای اونها پیدا کنید. آسترولوژی به ما میگه شما برای امروز توی روابط اجتماعی ممکنه تمایل بیشتری به گفتگو و تعامل با دیگران داشته باشید. اگه مدت هاست که دوستان یا آشنایان قدیمی خودتون بیخبرید، امروز زمان خوبی برای اینکه ارتباط برقرار کنید. از نظر کاری اگه به دنبال تغییر یا پیشرفت هستید، بهتر برنامه‌ریزی کنید، گزینه‌های موجود رو بررسی کنید. ایده‌های خلاقانه شما میتونه مورد توجه قرار بگیره و مسیر حرفه‌ای شما رو تغییر بده. از نظر سلامتی، حفظ تعادل بین کار و زندگی شخصی اهمیت داره. مراقبت از بدن و ذهن خودتون اولویته و زمانی رو برای استراحت و تفریح اختصاص بدید. و در نهایت اسفند ماه، ستاره ها امروز به ما میگن که شما احساسات قوی تری نسبت به اطرافیان خودتون خواهید داشت. شما ممکنه بیشتر به مسائل عاطفی و روابط نزدیکتون فکر کنید و تمایل داشته باشید که با دیگران ارتباط برقرار کنید، یک ارتباط عمیق‌تر. توی روابط عاطفی امروز زمان مناسبی برای بیان احساس و گفتگوی صادقانه با شریک زندگیتون. اگه در یک رابطه عاطفی هستید، بهتر زمانی رو برای تقویت پیوند احساسی خودتون اختصاص بدید. و اگر مجرد هستید، احتمال داره که فردی رو ملاقات کنید که با روحیات شما سازگاری داره. از نظر کاری ممکن احساس کنید که نیاز به تغییراتی دارید. شاید به دنبال شغلی جدید یا پروژه متفاوت باشید. بهتره که قبل از هر تصمیمی به خوبی تحقیق کنید. از نظر سلامتی امروز به استراحت و مراقبت از خود اهمیت دهید. فعالیت‌های مانند مدیتیشن، نقاشی یا موسیقی میتونه به بهبود روحیه شما کمک کنه. همچنین رژیم غذایی سالم و خواب کافی رو در نظر داشته باشید. دوستان عزیزم، بسیار ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.